کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 25 دکامبر سال 2023 با تکیه به معلومات نوبتدار ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت خبر داد که در دهه وحدت نویه شهرستان ولایت سوخت دو طفل از یک خاندان که یکی 4 و دومی 2 سال داشت در آب کانال دیها غرق شده به هلاکت رسیدند. تفصیلات دیگر حادثه نشر نشده است. معلوم نیست که دو کودک خردسال در این فصل زمستان در کانال چه کار می‌کردند. تنها گفته می شود که جنازه های این دو طفل غورمرگ را ساکنان دیها پیدا کرده به مقامات دخلدار سپردند. ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت سوخت سبب این حادثه را که یک خانواده را غرق ماتم کرد به نظارتی والدان نامیده است. هلاکت نابالغان در آب‌های کشور حادثه نو نیست. اکثر وقت این رویدادهای فاجعه بار که یک عمر داغ در قلب پدر و مادر و نزدیکان و پیوندان آنها میگذارد به سبب بی‌نظارتی کلانسالان رخ میدهد. والدان همیشه باید فرزندان نابالغ خود را نظارت کنند، آنها را هرگز تنها نگذارند. بی‌نظارتی همین گونه پیامدهای ناخوش دارد. نوشته از کمیته ولایت‌های فوق‌العاده. بنا به آمار رسمی کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در نیمه اول سال 2023 در کول و دریا و کانال‌های تاجیکستان 87 نفر از جمله 46 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده است. سال گذشته در جمهوری 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس غرق شده بودند.